اگر که نمیدونید نمای لوور چی هستش و چطوری میشه داخل رویت خیلی ساده و آسون مدلش کرد، حتما این ویدیو رو تا انتهاش ببینید. سلام، من کیمیا هستم و اینجا چنل آرک کیمیا استودیو هستش. اگر که تا الان ویدیوهای آموزشی من رو دنبال نکردین، حتما این کار رو بکنید چون حتما به دردتون میخورن. کلی ویدیوهای مفید داخل چنلم آپلود کردم که از دستشون ندین. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیومون، لطفا این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو برام کامنت بذارید و حتما من رو سابسکرایب بکنید. خب بریم سراغ ویدیو. همونطور که شاید باش آشنایی داشته باشید، نمای لوور یه همچین نمایی هستش که نمونه های خیلی زیادی هم ازش وجود داره با اندازه های مختلف که این اندازه ها نسبت به کارتون میتونن متغیر باشن و همچنین مدل های متفاوتی دارن. در واقع یک سری تیغه های افقی یا عمودی هستن که غالبا از تیغه های عمودی استفاده میشه بیشتر، که توی نما به کار میره اکثرا و برای کنترل نور خیلی کاربرد داره، مثل این نمونه‌ای که میبینید و خیلی هم نمای زیباییه و یه نمای مدرن محسوب میشه که جدیداً هم خیلی پروژه های زیادی توسط این نمای لوور طراحی میشن که اینم یک نمونه دیگه‌اش هستش. خب من الان میخوام این نما رو دقیقاً داخل پروژم اجرا بکنم. میام داخل رویت. ببینید من اومدم تقریباً بیشتر کار رو پیش بردم همونطور که میبینید. به این صورت این نمای لوورم رو رسم کردم. حالا برای این پارتی که نداره، یعنی همین دیواری که سلکت کردم، میخوام که با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. من اینو ریالستیک کنم تا واقعی ترش هم ببینین. یه نمای آجوریه که این لوورهای مشکی روش اجرا شدن. خب همونطور که گفتم میخوام این دیوار رو انتخاب کنم و رسم کنم. اول باید بیام توی نما قرار بگیرم و بله، وقتی که توی نما قرار گرفتم میرم وارد کامپوننت، مدل این پلیس، جنریک مدلز، اوکی. خب اینجا اکستروژن رو برمیدارم. اول باید صفحه کاریم رو ست بکنم که پیک پلین رو من میزنم و اوکی میکنم و این دیواری که میخوام روش این نما رو اجرا کنم سلکت میکنم. خب الان من هر چیزی که ترسیم کنم روی این دیوارم رسم میشه. اول خط صاف رو برمیدارم به این صورت. میخوام که از ادامه این داشته باشم تا اینجا. اول دور کارم رو ترسیم میکنم به این صورت. یه همچین خطی رو من اینجا دارم. حالا میخوام پایینش رو ترسیم کنم که یه حالت انحنایی داشته باشه. برای این انحنا میتونیم از همه این آرک هایی که توی این ابزار ترسیم رویت وجود داره استفاده کنیم. اما من عموماً از اسپلاین استفاده میکنم چون خیلی کاربردیه و خیلی بهتر میتونم اینو ترسیم کنم. اسپلاین رو میزنم، نقطه شروع ترسیمم رو سلکت میکنم و یه نقطه دوم بهش میدم به این صورت. فاصلهش رو خیلی زیاد نمی کنم چون که میخوام که انحنای خیلی خوبی به کارم بدم و همینطوری خطوطم رو سلکت میکنم تا انتها. به این صورت اسپلاین واقعا کاربردیه و خیلی جالب. ما میتونیم اینا رو ترسیم کنیم و حالا روش سلکت میکنم و این دایره رو بچه من هر جهتی که بکشم نگاه کنید تغییر میکنه. نسبت به کارم میتونم بیام اینا رو مثلا یه کمی انگاری اینجا صافتر باشه، اینطوری اینو یه ذره بیارم بالاتر بکشم، این یه ذره اینورتر باشه. فکر میکنم الان اوکیه تقریبا. آره مثلا یه همچین نمایی داریم.
تیک نهایی رو میزنم به این صورت. اینجا حالا ما میتونیم هم متریال بهش بدیم اما ترجیحاً ندیم چون قراره اصلا این پاک بشه و فقط یه نوع بیس کار ما هستش و مهم نیستش که اصلا چطوریه. و اینجا تیک نهایی رو میزنم. خب میام توی 3D ببینید دقیقاً یه همچین چیزی ترسیم شد. حالا میخوام لوورهام رو اجرا بکنم. اول میام توی پلان سایت فکر میکنم و بیام یا لول 4 اوکی. خب اینجا ضخامتش رو یه کمی کم میکنم به این صورت. مهم نیستش که چقدر باشه، فقط اونقدر پهن نباشه. دوباره میام توی 3D قرار میگیرم. از تب آرکیتکچر وارد این قسمت کرتین سیستم میشم. روش میزنم. خب اینجا یه قسمت سلکت داره که من اینو اگر بزنم هر تعداد نمایی که داشته باشم رو میتونم انتخاب کنم چون زده که سلکت مولتیپل، یعنی میتونم که علاوه بر این نماهای دیگه هم سلکت کنم. اما اینجا من هم یه دونه نما رو دارم. خب ببینید کنار موسم میبینید رو مثبت رو، یعنی سلکت بشه یا نه. من وقتی کلیک بکنم به این صورت برای من اینو سلکتش کرد و اینجا میام روی گزینه Create System میزنم و به این صورت برای من اومد این خطوط عمودی من رو اضافه کرد. نگاه کنید که حالا من وقتی که روش سلکت بکنم از این قسمت Edit Type میتونم تمامی این حالتها رو ادیت کنم. مثلا اگر که گرید 2 رو من بذارم خب میاد مثلا خطوط افقی هم میذاره. من نمیخواستم همچین چیزی رو برای لوور، اما به طور کلی ما میتونیم اینجا اینا رو ادیت بکنیم و همچنین فاصله این خطوط هم از اینجا ما میتونیم مشخص کنیم که من روی 2/10 گذاشتم. پس این از این. خب اوکیه. میخوایم بریم شروع کنیم این لوورها رو بذاریم. برای این لوورها میایم از مولیون استفاده میکنیم. مولیون رو من بزنم 3 تا گزینه داره: گرید لاین سگمنت، آل گرید لاینز، که من گرید لاین رو که بزنم ببینید تک به تک میتونم اینا رو سلکت بکنم. اگر بیام توی ریالیستیک بهتر دیده میشه. نگاه کنید تک به تک میتونم اینا رو ادیت بکنم. اما اگر که all grid lines رو من بذارم فقط این صفحه رو سلکت بکنم خودش همه این خطوطم رو میاد برای من به این صورت لوور میکنه. خب میبینید این الان پنجره پشتش دیده نمیشه انگاری. این همون مشکلیه که بهتون گفتم. باید الان اون کامپوننتی که اولش ساختیم یعنی اون باید پاک بشه، نباید بمونه. پاکش میکنم به این صورت و خیلی راحت تونستیم این نمای لوور رو داشته باشیم. حالا این سری ادیت هایی هم وجود داره که مثلا این بیاد یکم بچسبه به این قسمت و مثلا اگر بیام توی لول توی پلانم اینو سلکت میکنم، کل این قسمت رو سلکت میکنم، میام توی لول و مثلا اینو میخوام جابجا بکنم. خیلی راحت از این طریق تونستم جابجاش بکنم و یا بالا و پایین کنید. همه این ادیتور رو میتونید بکنید که کارتون خیلی ترتمیزتر بشه. اما به طور کلی این لوورها رو میتونید از این طریق مدل بکنید. اگر که این ویدیو براتون کاربردی بود حتما لایکش کنید، نظرتون رو برام کامنت بذارید و یادتون نره که چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنید چون کلی ویدیو آموزشی هر هفته دارم آپلود میکنم که اگر رویت کار هستین و یا کلا علاقه دارید به معماری به کارتون میاد. پس سابسکرایب یادتون نره. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.